سارا سرور دختر ینگامه دیوانه شد، اما چرا؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی سارا سرور و جدا شدن از نامزد ترکش. دلیل مریضی سارا سرور چی بوده است و اکنون در کدام شفاخانه بستری است و گریه های مادرش هنگام در فراق مریضی دخترش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. سارا سرور دختر خانم هنگامه یکی از هنرمندان با استعداد، موفق و جوان کشور بوده است که این روزها با سرودن آهنگ‌های دوگانه‌اش با دوران اعتمادی یکی از هنرمندان افغان به اوج شهرت هنری رسید. سارا سرور مسلک هنر آوازخوانی را از مادر و پدر بزرگوارش آموخت. مادرش خانم هنگامه یکی از هنرمندان با استعداد افغان بوده است. وی در افغانستان به اوج شهرت هنری با شوهر اولش احمد ولی رسید، ولی بعد از آن که به کشور کانادا رفت وی بار دیگر ازدواج کرد و همسر دومش هم از جمله هنرمندان خوب کشور بوده است. سارا سرور 3 سال قبل در کشور کانادا نامزد شد. نامزد وی یک پسر ترک بود، ولی جدیداً تصاویر سارا سرور در صفحات مجازی نشر می شود که وی از نامزد ترکش جدا شده است و به همین خاطر در بزرگترین شفاخانه در کانادا بستری است و سارا سرور حالت روحی خیلی بدی داشته است. هنگامه این خبر را در صفحه اینستاگرامش تایید کرده است و برای شفایاب شدن دخترش از تمامی دوستداران و طرفداران صدایش طلب نیایش و دعا کرده است. من آرزوی شفایاب شدن برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال استدعا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران سارا سرور به اشتراک بگذارید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درود دیگر تمام شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو را به الله سپرده. موفق و کامیاب باشید.